گویند که جمیله با دکتر گریخته است. چی؟ ای تو کوری خدا دکن. همه رو شرمنده کرد. ابروی ده همان رو رزوند. چه دختری به حیا بوده است؟ ناموسمان را یک پول کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. اوهسته احتیاط کنید. یک طرف ایسته. زهرا شکر خانه میبرید. راه را کشاید. با دقت احتیاط کنید. خاموش! همتان خاموش! تا صحت شدنی علی دکتر در همین جا میماند. همین طور نه دکتر؟ همه را بگید اینجا. همه خانه به خانه شوید. اولین بار جراحی را دیدم. باز در یک شرایط خیلی بد. معلوم است که دکتری خوب هستی. تشکر. تو به نزد علی رو او رو نغزکک خوابون. یگون خواهش دارید؟ شب رو در کجا روز کنم؟ آقای دکتر را به همون خانه بر. خوب شده است. حاضر چیزهایم رو گرفته آورم. برفی کمی تو به خانه رو. خوب شده است. سلیمه اینجا بیا. دیدی جمیله اومد؟ نه ندیدم. چی آمد است؟ بله اومد. همه رو شرمنده کرد. به حیا با کدام رو به اینجا برگشته است؟ گوش کن. تو چند ساله هستی؟ 11. صنف چند میخونی؟ در دهه معلم نیست. ایست. یک صبر کن. تو در این دهه چی کار کردی اوزن؟ کیستی با بیرون برو. کیستی با بیرون برو. کیست در اینجا؟
بیا دخترم. نترس جانم. اپا silahını koyun komiserim. مادر جان مادر ناموسمون دو پول شد. سرمون را خم کردی. گوش کن دادرکم، من به او باور کردم، فریب خوردم جانی اپا. دیگر تو بر این اپا ندارم. Cemile. کار کردی آمان. Cemile. آقای دکتر چی شد دیلو؟ جمیله رو پروندن. زودتر آقای دکتر، شاید نجات بده توانه. این چیزهای لازمی رو گرفته بیا. اینجا بیا پسرم. آرام شو. اجازه ده.
رویش رو پشانید محکم کنید. دختری بدبخت سرسختم چی بدبختی بود. بعد مایت رو برداشتن لازم. این خیلی ممکن نیست. بعد تو ما رو نمیشنوی. دختر همین خیلی در بین میماند. از من همین قدر بابا ابراهیم، همین قدر. از این زیادش را نخواهید. و شما گپ زدن آسان است بابا. یک بچه پر راست نگاه کنید. مردم را ببینید. همه مقابل ما برآمدند. مادر بس دیگر به کار ما دخالت نکنید. بابا التماس روم شوید. چی گپ زده ایستاده ای؟ و سر از بلا میاری. تو آن تجاوزکار را پنهان کردی. در کجا پنهان کردی؟ آروم شوید التماس. من گفتنیم که بین آمدی یگان دخلی ندارم. شما این رو فهمیده میتوانید یا نه؟ ما کودک نیستیم که فریب آن دهی. چی ما شما را نمیدانیم؟ همه تون یک رزیلان نابکاران. رشید آرام شوید. رشید سرده او را. حیف شد. چرا با من خیلی معامله میکنن؟ من چی بدی کردم؟ دوستی اوزان هستید و باز چی؟ گبزن؟ دکتر هستید. خیر چی گفتن میخوری؟ همه دکترانی به اینجا اومده این آدمان رو رنجوندن. یکیش در وقت دشواری پرتوب طرف، دیگرش فریبگری کرد. واقعی اوزان رو میدونید. یعنی همه‌شون خیانت کردند. اگر با هر یک طبیب چنین معامله کنند البته آنها اینجا رو ترک میکنند. بله همین خیل. شما حق هستید. جای حیرت نیست. شما با اینجا با نیت بد ناومده اید و پس از برگشتنتون کسی از پستون شما رو لعنت نمیخوند. اصلا به این حق هم ندارند. چرا از شما خفه شوند؟ چرا آقای دکتر؟ تا اومدن دکتر جمیله علکای مرده به پدر. به ناموس بجزا نمیماند. کوزه کبیده البته میشکند. اوه خوش آمدید بابای رحیم. از حادثه خبرداری رئیس؟ ها بیچاره جمیله حیف شد. احمد گریخته است. او را یافته به پلیس بردن لازم. به پلیس زنگ از جنایت خبر ده. تا آمدن پلیس احمد را یافت. البته بابای ابراهیم، وظیفه ما هم در اینجا همین است. تا از حکومت آمدن کس ما در اینجا حکومتیم. همین طور نه؟ نمیدونم شهباز. کودک را یافتن لازم. تو هم میدونی که کودک را در این حال نمیگذارند. آدمانی که به معاشره افتادن وضعیت مطیج است. کودک حیف می شود. من به نقطه طبی می روم. یگون خواهش دارید؟ به خانه آقای حمید رفته است ولی به ما خبر گیر. مایلش خبر می گیرم. ها شما از اینجا نبروید. این دیه برای شما خطرناک است. تشکر. از این همه بیسر و سامانی فراموش کردیم. شما گرسنه هستید؟ با خود کمی توشه داشتم تمام شد. اگر یکون چیز می بود خوب می شد. البته اگر زحمت نشود. با عمر خوردن می فرستم. تشکر زیاد. ما او را مجبور میکنیم که به گپ درآید. حالا ایست رشید. در این روزی روشن نمیتوانیم. بله راست میگوید. انتظار میشویم. تاریکی را انتظار میشویم.
انتظار شو دکتر جان. در حیاتم این خیلش را یکمین بار میبینم. و حیوانی بیچاره چی شده است؟ این کار حقدار هاست. حقدارا؟ بله. فهمیدم که گاو را فروختنیم. پولی حقشون را نیابیم گفته به گاو زهر دادن تا برفین را گرفته برند. چی؟ زهر دادن؟ نفهمیده حکم نبرار دخترم. آیا خود به خود گاو تلف نیابد بابا ابراهیم؟ اکنون آنها فردا آمده مرا گرفته میبره. میمورم و زنی را پیدا نمیشوم. دخترم برفین، در حال خودت را عذاب نده. اگر تلف حیوان کار حقداران باشد این ظلم به جزا نمیماند. اول سبب تلف یافتن گاو را فهمیدن لازم. بابا ابراهیم، السلام علیکم. السلام علیکم بابا ابراهیم. و علیکم السلام. تو به درون درو. برادرها وسط موضوع بیایید. خوب شد که شما هم اینجایید بابا ابراهیم. این کار را در یک جایگی حل میکنیم. گپ را دراز نمیکنیم. سبب آمدنمان را شما خوب میدانید. زلال، پول تیار است؟ از ما مهلت پرسیدید، راضی شدیم بابا ابراهیم. اگر پول ندارید برای بردن برفین حق داریم. زلال برای پرداخت حقتون باید گاوش را میفروخت. میدونیم. لیکن گاو یک بار مرد. معلوم که اجلش رسیده است. زلال میگوید که گاو را شما زهر داده اید. چی ها گفته استاده اید؟ چرا ما گاو را میکشتیم؟ سببش معلوم نیست. برای برفین البته. به خدا که همه این دروغ است. ما گاو را نکشته ایم. اگر زلال خانم حق باشد چی؟ اثبات کند. راست بگویی برادر حامی، اثبات لازم. از این سبب هر دوی طرف انتظار بشوید. چرا انتظار شویم؟ یک بیتار جمع میزنیم، گاو را میبیند. تا آمدن بیتار چند روز میگذرد؟ بگذار. برای حق به حقدار رسیدن بیتار را انتظار میشوید. حق به حقدار میرسد. انتظار میشویم. کیست در آنجا؟ کیست در آنجا؟ مادر جان من در اینجایم. مادر تو در کجایی؟ مادر جان من در اینجایم. بیایید مادر جان. مادر جان در اینجایم. بیایید. مادر جان دکتر با بیرون برا میگویم. بیرون برا گفتیم. برا بیناموس.
به این کار جواب میدی برا ای دکتر برو میدونی تو در همین خانه ای برا باش برا با برو برا از خانه برا گفتم دکتر با برو برا میگویم دکتر اگر برد باشید برا میگویم برا زنده و زینه نامرد ناموس از خانه برا دکتر بر شدی بگم نامرد با برو برا پسر برا میگویم پسرم جونم پسرم وای بیناموس رو با من ده. بیهوده از من گمان برید. در کجا بودنش رو نمیدونم. استاد رو پنهان نکن. او رو با من ده دکتر. چند بار به شما گویم در کجا بودن او زن را نمیدونم. باور کنید دروغ نمیگویم. این را بینید ها؟ حالا هم سرکشی دارد. راهی گریز نداری دکتر. یا آن بیناموس را با ما میدهی یا اینکه به جای او تو جزا میگیری. رشید خدا چی گپ از او چی میخواهید شما عیب رو نمیدانید عیب است عیب میدونید که این کاری کردتون چیست او با چیست زود از اینجا روید زود روید رفتیم. تشکر زیاد. در این دیه تو را نمیخواهم پسرم. صبح از حالی بیمار خبر گرفته بعد از دیه بر اومده میروم. پسرکم پسر جانم پسر جانم مادر جان در اینجا چی کار میکنین مادر جان؟ هیچ چیز خوابم نمیبرد. باز خوب دیدید مادر جان در خوابتون گپ زدید براتم در خطر است براتم در خطر است گفتید برات میگریست برفین از من یاری میخواست. مادر جان چی ها میگویید از مردن برادرم چند سال گذشت تمامی هستیم همین کودک است. گریز کنید برادرم از اینجا بریدون از دعوای خون نجاتش دهید به یگانیت خانه سپارید فقط نجات یابد.
مادر چرا خاموشی؟ مرده است. من تنها خواب دیدم. چوپانه را گرفت یاردا. چیها میگویی سعید؟ من اصلا دیده چوپانی خوب هستم. میخوایی مسابقه برپا کنه؟ بچه که گوسفند رو آب ننوشانیده با آن طرف گذرانه وای چوپان بهتری. راضیم. اول به گوسفندان نمک میدیم که خوب تشنه شوند. ما راضی. کنی بچه ها زود رفت نمک بیارید. زود. چه مسابقه نشود؟ بله دوسته مسابقه میکنید. وقتی بلند شدن حرارتش بالا دکتر همراه خوراک شام نمیخورید؟ تشکر زیاد. امروز از اینجا میروم. علی چی میشود؟ دیلو خبر گرفتم نیستد. شما تنها در وقتش دادن دارو رو فراموش نکنید. مایلش؟ خوب سلامت باشی. تشکر زیاد. پناه به خدا. سلامت باشی. خیر خیر اپا جان. خیر. مغل نکنید. ولی یک چای بیار. خوب. اول تو سر کنالدو مکافات را هنید کدر چوپانا؟ نه شما گویت آقا. مغلوب هم گوسفند و هم چوپانی غالب آمده را در پشتش به آن طرف میگذراند. من راضی هستم. من هم راضی هستم. با پسر دیدید برادر ها هم همین خیر. آفرین الدو آفرین. سعید اکنون نوبت توست. کنی هنرت را نشان ده. کنی سعید آفرین. دیدید نوشید. باز کماشون چوپانی خوب بگوید. خداوند خود از گناههای جمیله را ببخشد. آمین. با گپ دادن این کارو حال نمیشود سعید. یعنی این نبیده دا بیار آفرین سعید آفرین. دیدی سعید گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبت من است سعید. بیا دوستان بیا جوره جان. دیدی سعید
بیا گلفن را گذارم بدون نوبتی صاحبی گلفن همه همین طرفه ها شنید؟ ها چیز راحت کپش سبکوبی از گوسفندان هم نمید از اینجا میروید؟ بله. راهتون دراز است. در راه گرسنه نمانید گفتم. برای همش تشکری زیاد. من هیچ کاری نکردم. خوش بیمان. دیلو لبای به خونه همون زنگ زدنی بودم. در دیگه تلفن است؟ در خونه رئیس است. از اونجا میتوانید زنگ زنید. تشکر. اینها پشتیبانی جمیله بودند. مردهش را کسی صاحبی نکرد. بابا ابراهیم وازیلا گراندند. دیگر همه برگردانیده رفتند. جمیله در بین ماند. بیچاره دختر حیف شد. حیف شد؟ چه خیلی حیف شد؟ برای کاری کردهش جزایش را گرفت. چی آن کودک در اینجا می ایستد؟ او که ها گریخته رفته است. به من عقل یاب ندهید تا آمدنی پلیس آن کودک را یابید. در دهه یگان جای ناکافته امان نماند. خدایا اما که یوسف باز یک بار دیگر رفته کابید. از برای خدا در اینجا نیستید. همه جو را کفتیم رئیس. باز چیکار کنیم؟ روید کابید. آخه روید او را یابید. چرا ایستاده اید؟ روید کابید از برای خدا. چرا ایستاده اید؟ از برای خدا. بخیر است دکتر؟ پیش از رفتنم میخواستم به خونه زنگ زنم. زنگ میزنی؟ پولش رو میدیم. درا زنگ زن. چقدر که میخوایی گپ زن. تشکر. تلفن رو بردار. مایلش گوش میکنم. سلام مادر جان. پسرکم طاهر ما رو خیلی خواطر کردی پسرکم. طاهر بمنده. الو طاهر. مادر در کجا هستی پسرم؟ ما رو خیلی خواطر کردی. در اینجا تلفنی موبیلی کار نمیکنه چون که برق نیست. چه؟ حالا هم مگر این خیلی جایها هست؟ من در سمت جنوب و شرق. جنوب و شرق؟ بله پدر. در دههایی که دوستم موزن کار میکرد. دهه آبی کلان. دهه آبی کلان؟ چی؟ چی؟ در آنجا چیکار میکنی پسرم؟ آن جایها خطرناک است. خواطر نشوید پدر. من خوبم. خوبم. طاهر. من میوایم پدر. من رو میشنوید؟ الو من رو میشنوید؟ خودت را عذاب نده. کی ساز شدنش معلوم نیست. خدایا. چی شد مصطفی؟ قطع شد. طاهر در آن دهه چی میکند؟ من از کجا دانم؟ من از این دوستم میروم گفته از خانه برآمد. و کجا رفتنش رو نگفت. اگر با هم روبرو شوند، اگر مادرش او را شناسد، میفهمی چی میشود؟ نه، بهترش من با آن ده میروم. چی ها میگویی مصطفی؟ ما طاهر رو در طفلیش گرفته بودیم. زیلا روی او رو در خاطر ندارد. در آخرین عکسی که به مادرش فرستاده بودیم اون 9 ساله بود. شناختنش غیر امکان است. اما اگر تو روی، زیلال تو رو در حال میشناسد. پسرش رو طلب میکند. انا آن وقت ابدا جدا میشویم. من با این جدایی طاقت کرده نمیتوانم. حالا هم نرفته ای پسرم؟ حاضر برای میبرم. برای همش تشکر. سلامت باشی پسرم. مادر جان. خانم دخترم چی شد؟ فشار پس شده است. در اونجا خوابوندن لازم. خونه انا در آنجا. خواهرام کمک کنید زودتر.
آپای دیلو 2 روز از که شکمش درد میکند. پسر من هم از خونه نبرآمد است که شمال خورد. چرا بیمار شده است؟ آپای دیلو قبضم با اینو چی شده است؟ من نمیدونم، دکتر نیستم. شاید شمال خورده باشند. با یگان جا نروید، من زود میویم. کمی بهتر شده؟ بله. این نتیجه خستگی از حد زیاد. امروز استراحت کنید، فردا انشالله خوب میشوید. تشکر پسرم، خدا از تو راضی باشد. سلامت باشید. خیر دکتر. روحی سفید پسرم. ها دکتر، در راه با دقت باش. بسرت یگان بلای نآید. این جاها برای بیگانه ها خطرناک است. اولها این خیل نبود، اما از کجای رازن ها پیدا شدند. برای زیبا سایه افتید، روزمان را سیاه کردند. حتی آمده مردم دیه را عذاب میدهند. سلامت باشید بابا ابراهیم، من شما رو فهمیدم. خواطر نشوید. دخترم زلال، تو نغز دم گیر. من به نزد رئیس رفته به بیتار زنگ میزنم. دختر خیر خیر. آقای دکتر، چی شد دیلو؟ آقای دکتر، به کمکتان احتیاج دارم. به خیر است یاشار؟ به سلام و کلام میگذاری؟ چی شد؟ گاوی زلال رو نخریدی؟ با گپت نایستادی؟ قسم به خدا چیزی میگوید حق است بابا ابراهیم، اما باور کنید. کنی گپ زن؟ چی واقع شد؟ باور کنید نتوانستم. رافع به من فشار آورد. مرا مجبور کرد. این خلگوی احتیاجی به بیتار زنگ زدن هم نماند. ای خدا